برنامه رونمایی دیتابیس قوانین افغانستان در مرکز معلومات افغانستان برگزار شد. در این برنامه تعدادی از مردم، استادان دانشگاه، حقوقدانان و محصلین اشتراک نموده بودند. وحید وفا، رئیس مرکز معلومات افغانستان میگوید که طرح دیتابیس شدن قوانین افغانستان از 2 سال بدین سو که بالای آن کار جریان داشت، خوشبختانه امروز این طرح عملی شد. قبل طرحی زیر گذاشتیم که چطور میتونیم تمام قوانین افغانستان که سال 1342 به ایسو در جریده‌های رسمی و چاپ میرسه یا را برش یک دیتابیس بسازیم تا باشه مردم افغانستان، مردم عام افغانستان، محققین ما، دانشمندای ما از این بسیار به شکل ساده‌ایش استفاده کنند. تمام قوانین افغانستان جمع آوری کردیم، تمام قوانین افغانستان فهرست‌نویسی کردیم، تمام قوانین افغانستان دیجیتال یا برقی ساختیم و این یک دیتابیسی که یک انجن جستجو داره اینجا به جای کردیم و امروز خوشبختانه مردم ما به سادگی میتونه به قوانین افغانستان دسترسی داشته باشه. با باور حقوقدانان افغانستان این دیتابیس می تواند تمام نیازهای حقوقی و سایر معلومات را به دسترس عموم مردم در کمترین وقت قرار بدهد. تا حال متاسفانه ما یک منبع واحد نداشتیم که همه مردم ما، همه دستندرکاران سایر و قضایی، مسئولان حقوق و استادانش دسترسی داشته باشه. این دیتابیسی که ترتیب شد برای من بالا در افغانستان و ما میتونم به جرات بگم که در منطقه ما چون این چیزی خوش متعال نیست. بار اول است که من تبلیغ میگم برای کسایی کار کرده و برای مردم افغانستان و برای نهادهای مربوطش یک کار بسیار خوب بود و باور من این است که این دیتابیس تمام نیازهای معلوماتی را در مورد قوانین و سایر اسناد تقنینی افغانستان و دسترس علاقه‌مندانش قرار می‌دهد. پیش از این مردم به خصوص محصلین در قسمت تحقیق و پژوهش مشکلات زیاد صد راهشان بود، اما بعد از دیتابیس شدن قوانین افغانستان این مشکلات به پایان رسیده است. در حقیقت خود دیتابیس ساختن قوانین یک سهولت کلی برای تمام مردم افغانستان، خصوصا قشر تحصیل کرده و کسانی که در حال تحصیل هستند ایجاد میشه و به سهولت اونا میتونن در عرصه پژوهش و تحقیق به موضوعات قوانین فرامین تقنینی اونا دسترسی پیدا بکنه. امروز در عصر تکنولوژی که ما قرار داریم، همه موارد از تکنولوژی گرفته میشه و هر آن معلوماتی که ما بخواهیم از طریق اینترنت یا گوگل سرچ ما میتونیم پیدا بکنیم و موارد مختلف دسترسی پیدا بکنیم. ایجاد دیتابیس قوانین افغانستان به ما سهولت ایجاد میکنه تا ما از طریق گوگل سرچ یا از طریق اینترنت به زودترین وقت و بهترین قوانین و قوانین نافذه و قوانینی که در کشور وجود دارد دسترسی پیدا بکنیم. استفاده از این دیتابیس برای همگان آزاد است. پژوهشگران و استفاده کنندگان ملی و بین المللی، دانشجویان، مردم عام برای آگاهی از اسناد تقنینی نیم قرن اخیر افغانستان می توانند از این دیتابیس استفاده کنند.